اینجا هتل کپسولیه که من برای اقامتم توی سنگاپور در نظر گرفتم. پارک میزنم اینجا، برقش روشن میشه اینجوری و من خوابانه اینجوری درستم. دیگه جونم مرتون بگه که اینجا الان 23 درجه است، ساعت 3:30 ظهره. این فنشه، با این فنش روشن میشه که صداش هم الان میاد. بعد شارژر داره دیگه، لامپ روشن شد، خیلی لباس داره. این ور تلویزیون داره اینجوری دیگه، میشه خوابید اینجا. اینجا سیف باکس هم داره، وای فای هم که داره، بعد هدفون داره، میشه موزیک گوش داد دیگه. اینجا میگم اضافه دیگه داره که حالت شب خواب میتونم هست. این یکی چیه؟ نمیدونم چی. یه سری کمدم اینجا هست که با کارت باز میشه و لوازمات میتونی بذاری داخلش.